مقامات تفتیشات نویه ادمیرالسکی شهر سنت پتربورگ روسیه نسبت به یک شهروند 19 ساله تاجیکستان با اتهام رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی یک هموطنش پرونده جنایتی گشودند. به این جوان تاجیک بر اساس ماده 106 کودکس جنایتی روسیه از 3 تا 8 سال زندان تهدید میکند. سامانه محلی گازت رو خبر داد که شب 19 ایول ساعت 12:45 در خیابان مسکو یک در نزد فروشگاه ادمیرالسکی بین شهروندان تاجیکستان مناقشه سر زد. در جریان آن یکی به سوی دیگر کارت کشیده است. بنابراین منبع یک جوان 19 ساله که در اداره مهاجرت ثبت نام نداشته است به قفس سینه هموطن 20 سالش کارت زده است. جبر دیده را با جراحت میانه در بیمارستان پژوهشگاه یاری تعجیلی بستری کردند. در رابطه با این حمله پرونده جنایتی گشودند و روز 20 ایول پلیس حملگر را در همان خیابان مسکو در نزد بینای رقم 28 دستگیر کرد. سبب مناقشه بین دو جوان تاجیکستانی در پتربورگ که به چنین فرجام خونین آورد هنوز روشن نیست.